مردی خردمند و استادی بزرگ وجود داشت که خداوند به او مهر می‌ورزید و وی را به حضور پذیرفت تا بالاترین مساکن را مشاهده کند و قلمرو حکیمانه و بزرگ و غیر قابل تصور و تغییر ناپذیر خدای قادر مطلق، مقام خدمتکاران خداوند که بسیار شگفت‌آور و شکوهمند و درخشان و دارای چشم‌های فراوانی است، تخت غیر قابل دسترس خداوند، درجات و جلوه‌های لشکر مجردات، خدمات ناگفتنی کرورهای عناصر، جلوه‌های گوناگون و نغمه‌های وصف ناشدنی لشکر کروبیان و نور بیکران را شاهد عینی باشد. وی گفت هنگامی که 165 سال از عمرم گذشته بود، پسرم متوشالح به دنیا آمد. پس از آن 200 سال دیگر زیستم و مجموع سالهای عمرم به 365 رسید. در نخستین روز از نخستین ماه در خانه‌ام و روی بستر خویش تنها آرمیدم و به خواب رفتم. هنگامی که خفته بودم دلتنگی سختی مرا فرا گرفت و در خواب سرشک از دیدگانم جاری شد. من نمیدانستم راز این دلتنگی چیست و چه حادثه‌ای برایم رخ خواهد داد، تا اینکه 2 مرد بسیار تنومند که هرگز مانند ایشان را روی زمین ندیده بودم بر من ظاهر شدند. چهره آنان مانند خورشید می درخشید و چشمانشان همچون چراغی فروزان بود و از دهانشان آتش بیرون می آمد. آنان جامه ها و نغمه های گوناگونی داشتند. رنگ ایشان ارغوانی و بالهایشان از طلا درخشانتر و دستهایشان از برف سفیدتر بود. آنان بالای تخت من ایستاده بودند و مرا با نام صدا می کردند. من از خواب بیدار شدم و آن 2 مرد را آشکارا جلوی خود ایستاده دیدم. به ایشان سلام کردم و ترس مرا فرا گرفت و رنگ چهره‌ام از وحشت دگرگون شد. آنان به من گفتند ای خانوخ، دل قوی دار و مترس، خدای ازلی ما را نزد تو فرستاده است و اینک تو امروز با ما به آسمان می آیی و هر آنچه را پسرانت و همه خانوادت پس از تو در خانه‌ات روی زمین انجام می دهند به آنان خواهی گفت و تا زمانی که خداوند تو را به سوی آنان بازگرداند نباید کسی درباره تو جستجو کند. من در اطاعت از آنان درنگ نکردم و از خانه‌ام بیرون شدم و همانطور که به من دستور داده بودند به خانه‌های پسرانم متوشالح و رگیم و گیداد رفتم و ایشان را گرد آوردم و همه شگفتی هایی را که آن مردان به من گفته بودند به آنان باز گفتم. فرزندانم، سخنم را بشنوید. من نمیدانم به کجا می روم و چه چیزی برای من رخ خواهد داد. از این رو ای فرزندانم به شما میگویم روی خیش را از خدا به سوی صورتهای باطلی که آسمان و زمین را نیافریده اند مگردانید، زیرا آنها و پرستندگان آنها هلاک خواهند شد. خداوند دلهای شما را در ترس خود استوار گرداند. اینک فرزندانم، کسی در صدد جستجوی من بر نیاید تا اینکه سرانجام خداوند مرا به سوی شما برگرداند. هنگامی که سخن خنوخ با پسرانش به پایان رسید، فرشتگان وی را بر بالهای خیش گرفتند و به آسمان اول بردند و او را بالای ابرها گذاشتند. آنجا نگریستم و بالاتر نگریستم و آسمان صاف را دیدم. آنان مرا روی آسمان اول گذاشته بودند و دریای بسیار بزرگی را که از دریاهای زمین بزرگتر بود به من نشان می‌دادند. آنگاه سالاران و فرمان روایان نظام ستارگان را نزد من آوردند. آنان 200 فرشته را نشان دادند که بر ستارگان حکومت و در آسمانها خدمت می‌کنند و با بالهای خود پرواز کرده به سوی دریانوردان می‌روند.
اینک به پایین نگریستم و مخازن برف و فرشتگانی را که از آن مخازن دهشتناک پاسداری می کنند و ابرهایی را که به آنجا وارد و از آنجا خارج می شوند مشاهده کردم. آنان مخزن شبنم را که مانند روغن زیتون و شکل آن مانند همه گلهای روی زمین است به من نشان دادند. همچنین فرشتگان زیادی که از مخازن این چیزها پاسداری می کنند و شیوه های باز کردن و بستن آن مخازن را مشاهده کردم. آن مردان مرا به آسمان دوم بردند و تاریکی های شدیدتر از تاریکی های زمینی را به من نشان دادند. آنجا زندانیانی را آویخته دیدم که از آنان مراقبت می شد و در انتظار داوری بزرگ و بیپایان بودند. تیرگی این فرشتگان از تاریکی های زمینی بیشتر بود و پیوسته و در تمام ساعتها می گریستند. به مردانی که همراه من بودند گفتم چرا اینها را پیوسته عذاب می کنند؟ آنان پاسخ دادند اینها کسانی هستند که به خدا کفر ورزیده از اطاعت فرمانهای خدا سر باز زدند و مطیع خواسته های خود شده همراه با شهریار خیش که در آسمان پنجم گرفتار است گمراه شدند. دل من بسیار بر ایشان سوخت. آنان به من سلام کردند و گفتند ای مرد خدا برای ما نزد خداوند دعا کن. پاسخ دادم من این بشر فانی کیستم که برای فرشتگان دعا کنم؟ چه کسی می‌داند من به کجا می‌روم و چه بر سرم خواهد آمد و چه کسی برای خود من دعا خواهد کرد؟ آن مردان مرا از آن مکان به آسمان سوم برده آنجا گذاشتند و من به پایین نگریستم و فراورده های آن مکانها را دیدم به گونه‌ای که هرگز خوبی آنها معلوم نمی‌شد. من همه درختان دارای گل خوشبو و میوه‌های معطر و تمام غذاهایی را که از آنها تهیه می‌شود و بوی خوش از آنها ساطع است مشاهده کردم. و در میان درختان در جایی که خداوند هنگام ورود به فردوس می‌آساید درخت حیات را دیدم. خوبی و خوشبویی این درخت را کسی نمی‌تواند وصف کند و بیش از هر موجود دیگر آذین بندی شده است و هر سوی آن را طلا و رنگ قرمز آتشی پوشانده و هر میوه‌ای را تولید می‌کند. ریشه آن درخت در باغ پایان زمین است و فردوس بین فنا و بقاست. و دو چشمه جاری است که عسل و شیر بیرون می‌دهند و از چشمه‌های آنها روغن و شراب بیرون می‌آید. آنها 4 بخش می‌شوند و به آرامی حرکت می‌کنند و به فردوس عدن بین فنا و بقا می‌روند و از آنجا بر روی زمین منتشر می‌شوند و درست مانند عناصر دیگر در فلک خویش می‌چرخند. اینجا هیچ درخت بی میوه‌ای وجود ندارد و هر مکانی مبارک است. 300 فرشته بسیار درخشان وجود دارند که از باغ نگهبانی می‌کنند و با آوازهای پیوسته و خوش و نواهایی که هرگز خاموش نمی‌شوند خداوند را در هر روز و ساعت عبادت می‌کنند. من گفتم چه مکان دلپذیری. آنان پاسخ دادند ای خنوخ این مکان برای درستکارانی فراهم شده است که هر بزهی را از آزاردهندگان خیش به جان می‌خرند و کسانی که از گناه بیزارند و داوری عادلانه می‌کنند و گرسنگان را غذا می‌دهند و برهنگان را لباس می‌پوشانند و افتادگان را از خاک برمی‌دارند و به یتیمان آسیب دیده کمک می‌کنند و کسانی که بی‌عیب پیش روی خداوند راه می‌روند و تنها او را می‌پرستند. این مکان برای آنان همچون میراثی جاوید فراهم شده است. آن 2 مرد مرا به سوی شمال بردند و جای بسیار وحشتناکی را به من نشان دادند که عذاب‌های گوناگونی در آن بود. تاریکی سخت و ظلمت شدید. آنجا نوری وجود ندارد
جز آتش غلیظی که پیوسته زبانی بلند می کشد و چشمه ای از آتش نیز روان است. سراسر آن مکان سرما و یخ و تشنگی و لرزیدن یافت می شود، در حالی که بندها بسیار سخت و فرشتگان ترساور و نامهربان هستند و سلاح آنان خشن و عذابشان بیرحمانه است. من گفتم وای وای چه جای وحشتناکی. مردم پاسخ دادند ای خنوخ، این مکان برای کسانی فراهم شده است که به خدا بی‌حرمتی می کنند و کسانی که در زمین برخلاف طبیعت گناه غلامبارگی یعنی شیوه اهل سدوم را مرتکب می شوند و سحر و افسونگری و جادوی اهریمنی را، و کسانی که به تبهکاری و دزدی و دروغ و افترا و رشک و کینه و زنا و آدمکشی افتخار می کنند، نفرین شدگانی که جان انسانها را می دزدند و هنگام مشاهده بینوایان اموال آنان را می گیرند و بر ثروت خود می افزایند. ایشان را به خاطر اموال انسانهای دیگر آزار می دهند و کسانی که موجب مرگ گرسنگان شدند با اینکه می توانستند ایشان را سیر کنند و برهنگان را غارت کردند با اینکه می توانستند آنان را بپوشانند و کسانی که آفریدگار خود را نشناختند و نزد خدایان بیجان و باطلی که نمی بینند و نمی شنوند سر فرود آوردند و کسانی که صورتهای تراشیده‌ای می سازند و به مصنوعات ناپاک سر فرود می آورند. این مکان برای همه اینها همچون میراثی جاوید آماده شده است. ایشان مرا به آسمان چهارم بردند و تمام چیزهایی را که دنبال هم سیر می کنند و همه پرتوهای خورشید و ماه را به من نشان دادند. من سیر آنها را پیمودم و نور آنها را با یکدیگر سنجیدم و دیدم نور خورشید از نور ماه بیشتر است. فلک آن و چرخهایی که پیوسته روی آن سیر می کنند مانند باد با سرعت شگفت‌آوری در حرکت است و روز و شب قرار ندارد. رفت و برگشت آن با 4 ستاره بزرگ و زیر هر ستاره‌ای 1000 ستاره در سمت راست چرخ خورشید و با 4 ستاره بزرگ و زیر هر ستاره‌ای 1000 ستاره در سمت چپ خورشید همراه است و جمعاً 8000 ستاره پیوسته با خورشید روانند. در روز 15000 فرشته و در شب 1000 فرشته در حضور آن هستند و فرشته 6 بال همراه فرشتگان جلوی چرخ خورشید درون شعله‌های آتش می‌شوند و 100 فرشته خورشید را برمی‌افروزند و آن را روشن نگاه می‌دارند. آنها و من نگاه کردم و سایر عناصر پرنده خورشید را دیدم که فونیکس و کالکیدرا نامیده می‌شوند. آنها شگفت‌آور و عجیب هستند. پا و دمشان مانند شیر است و سری مانند تمساح دارند. مایش آنها مانند رنگین کمان ارغوانی است. اندازه آنها 900 مقیاس و بال آنها مانند بال فرشتگان 12 است. بدین شیوه خورشید در زیر آسمان میچرخد و میرود و برمیخیزد و گردش آن پیوسته همراه پرتوهایش به زیر زمین میرود. آن مردان مرا به مشرق بردند و کنار دروازه های خورشید نهادند، جایی که خورشید طبق نظم فصول و دوره ماه‌های سراسر سال و شمار ساعت‌های روز و شب به جلو می‌رود. من 6 دروازه را باز دیدم و فراخی هر دروازه حدوداً 11 کیلومتر بود. من آنها را به دقت پیمودم و دانستم که اندازه آنها چنین است. خورشید از داخل این دروازه ها روانه می شود و به مغرب می رود و شامگاه فرا می رسد و در تمام ماه ها بر می آید و دوباره طبق تعاقب فصول از آن 6 دروازه باز می گردد. بدین شیوه دوره 1 سال کامل پس از 4 فصل پایان می یابد. همچنین آن مردان مرا به بخش های غربی بردند و 6 دروازه بزرگ و باز را در مقابل آن 6 دروازه شرقی به من نشان دادند که خورشید در 365 روز و ربعی در آنها غروب می کند.
بدین شیوه دوباره به دروازه های غربی فرو می رود و نور و درخشش عظیم خود را به زیر زمین می برد. زیرا بیشترین درخشش آن در آسمان نزد خداوند است و 400 فرشته از آن پاسداری می کنند. در حالی که خورشید روی چرخ در زیر زمین گردش می کند و 7 ساعت عظیم در شب می ماند و نیمی از دوره خیش را زیر زمین می گذراند. و هنگامی که در 8مین ساعت شب به گذرگاه شرقی می رسد، نور و بیشترین درخشش خود را می تاباند و خورشید از آتش فروزانتر می شود. آنگاه عناصر خورشید که فونیکس و کالکیدرا نامیده می شوند به آوازخوانی شروع می کنند. از این رو هر پرنده‌ای بال می زند و به خاطر آفریدگار نور شادی می کند. آنان به فرمان خداوند آواز می خواندند. عطا کننده نور می آید تا به همه جهان درخشندگی دهد و نگهبان صبح شکل می گیرد که همان پرتوهای خورشید است و خورشید از زمین بیرون می آید و درخشش خود را دریافت می کند تا تمام روی زمین را روشن کند. آنان این محاسبه حرکت خورشید را به من نشان دادند. دروازه هایی که در آن داخل می شود دروازه های بزرگ محاسبه ساعت های سال است. به همین سبب خورشید آفریده بزرگی است که دوره آن 28 سال طول می کشد و دوباره کار خود را از سر می گیرد. آن مردان مدار دیگر یعنی مدار ماه را به من نشان دادند که 12 دروازه دارد و از مغرب تا مشرق را می پوشاند و ماه در اوقات معهود بدان وارد و از آن خارج می شود. ماه به نخستین دروازه در اماکن غربی خورشید وارد می شود. نخستین دروازه دقیقاً 31 روز و از دومین دروازه دقیقاً 31 روز و از سومین دروازه دقیقاً 30 روز و از چهارمین دروازه دقیقاً 30 روز و از پنجمین دروازه دقیقاً 31 روز و از ششمین دروازه دقیقاً 31 روز و از هفتمین دروازه دقیقاً 30 روز و از هشتمین دروازه دقیقاً 31 روز و از نهمین دروازه دقیقاً 31 روز و از دهمین دروازه کاملاً 30 روز و از 11مین دروازه دقیقاً 31 روز و از 12مین دروازه دقیقاً 28 و به نظم و شمار دروازه های شرقی به دروازه های غربی می رود و 365 روز ربع سال شمسی را به پایان می رساند. در حالی که سال قمری 354 روز دارد و 12 روز از سال شمسی کمتر است که آن را تفاوت سال قمری با سال شمسی می گیرد. بنابراین فلک بزرگ 532 سال را در بر دارد. آن ربع روز را در 3 سال به حساب نمی آورند و در سال 4 دقیقاً 1 روز کامل می شود. از این رو آنها را مدت 3 سال از آسمان بیرون نگه می دارند و به شمار روزها نمی افزایند. زیرا آنها زمان سالها را تغییر می دهند و 2 ماه نو به آن می افزایند یا اینکه 2 ماه نو دیگر از آن می کاهند. هنگامی که دروازه های غربی پایان می یابند، ماه در دروازه های شرقی به سوی نور می رود و بدین شیوه روز و شب فلک های آسمانی را در می نوردد. پایین تر از همه فلک ها و سریع تر از بادهای آسمانی و ارواح و عناصر و فرشتگانی که هر کدام با 6 بال پرواز می کنند. پایین تر از همه فلک ها و سریع تر از بادهای آسمانی و ارواح و عناصر و فرشتگانی که هر کدام با 6 بال پرواز می کنند. در هر 19 سال مسیری 7 گانه دارند. مردان مرا به آسمان 5 بردند و آنجا قرار دادند و سربازان فراوان و بیشماری را دیدم که گریگوریان خوانده می شدند. نمایش آنان چون انسان ولی قامت ایشان از جباران بزرگ هم بزرگتر بود. آنان چهره‌ای پژمرده داشتند و سکوت دهانشان پیوسته بود. در آسمان 5 عبادتی وجود نداشت. من از آن مردم پرسیدم چرا این افراد چنین پژمردند و چهره آنان افسرده و دهانشان بسته است و چرا در این آسمان عبادت وجود ندارد؟
ایشان گفتند اینها گیریگوریان هستند که همراه شهریارشان شیطان ایل خداوند نور را انکار کردند و پشت سر آنها کسانی هستند که در آسمان دوم دیدی که در تاریکی بزرگ گرفتارند. 3 تن از آنها از تخت خداوند به سوی زمین و به مکان هرمون به معنای حرم، کوهی است در شمال شرقی فلسطین، فرود آمدند. آنان نظر خود را بر دامنه تپه هرمون شکستند و زیبایی دختران انسان را دیدند و ایشان را به همسری گرفتند و زمین را با کردار خود فاسد کردند و در سراسر عمر خود هرج و مرج و بی‌نظمی ایجاد کردند و جباران و مردان تنومند و عجیبی همراه کینه‌توزی بزرگی پدید آمدند. از این رو خدا آنان را با داوری بزرگ خود داوری کرد. ایشان برای برادران خود خواهند گریست و در روز بزرگ خداوند کیفر خواهند دید. من به گیریگوریان گفتم برادرانتان و کارها و رنجهای بزرگ آنان را دیدم و برایشان دعا کردم، ولی خداوند آنان را چنین محکوم کرده که تا هنگامی که آسمان و زمین برای همیشه نابود شوند در زیر زمین باشند. و افسودم برادران، چرا منتظرید و پیش روی خداوند عبادت نمی کنید؟ چرا عبادت خود را پیش روی خداوند انجام نمی دهید تا خداوندتان را کاملا خشمگین نسازید؟ آنان به اندرز من گوش دادند و با آن 4 گروه در آسمان سخن گفتند و اینک همانطور که من با آن 2 تن ایستاده بودم 4 شیپور با صدای بلند و به یک نوا نواخته شد و گیریگوریان یک صدا نغمه سر دادند و صدایشان با لطف و احساسات به سوی خداوند بالا رفت. آن مردان مرا به آسمان 6 بردند و آنجا 7 گروه از فرشتگان را دیدم که بسیار درخشان و شکوهمند بودند و چهره آنان از خورشید تابان درخشنده تر و نورانی تر بود. چهره و رفتارشان و شیوه جامه هایشان با هم فرقی نداشت. این فرشتگان دستور می دهند و راه و رسم حرکت ستارگان و تغییرات ماه و گردش خورشید و فرمان روایی خوب جهان را می آموزند. هنگامی که آنان کار نادرستی را مشاهده می کنند فرمان و تعلیم می دهند و نغمه های خوش و بلند و سرودهای تسبیح فراوان سر می دهند. اینها رئیس فرشتگان هستند و مقامشان بالای دیگران است و حیات آسمانی و زمینی را اندازه گیری می کنند. آنان فرشتگانی هستند که بر فصلها و سالها گماشته شدند و فرشتگانی که بر رودخانه ها و دریاها و بر میوه های زمین موکل هستند. فرشتگانی هم مأمور همه رستنی ها هستند و به همه موجودات زنده غذا می دهند. و فرشتگانی که همه جانهای بشر و همه کارهایشان و حیاتشان را نزد خداوند می نویسند. میان آنها 6 فونیکس و 6 کروبی وجود دارند و 6 فرشته 6 بال پیوسته به یک صدا و آواز سرودی را می سرایند. وصف کردن صدای آنان ممکن نیست و آنان نزد خداوند و کنار کرسی او شادمانی می کنند. آن مردان مرا از آنجا به آسمان 7 بالا بردند و من آنجا یک نور بسیار بزرگ و صفوف آتشین رؤسای بزرگ فرشتگان، نیروهای مجردات، قلمروها، نظامها، فرمان رواییها، کروبیان و سرافیم، تختها و آنان که چشمهای فراوانی دارند، هنگهای 9 گانه، منازل یوحنایی نور، همه را مشاهده کردم و من ترسان شدم و از فراوانی وحشت شروع به لرزیدن کردم. آن مردان مرا گرفتند و با خود بردند و گفتند ای خنوخ، دل قوی دار و مترس. آنان خداوند را از دور به من نشان دادند که بر تخت بسیار بلند خود نشسته بود. اکنون اگر خداوند اینجا اقامت دارد پس در آسمان 10 چه خبر است؟ در آسمان 10 خداست و به زبان عبری عربوت خوانده می شود. همه لشکرهای آسمان می آیند و در صفوف خود در 10 درجه می ایستند و نزد خداوند سر فرود می آورند. آنگاه با شادی و کامیابی به جای خود باز می گردند
و با صداهای نرم و لطیف سرودهایی را در نور بی پایان می سرایند و شکوهمندانه او را می پرستند. کروبیان و سرافیم که اطراف تخت ایستادند و آنان که 6 بال و چشمان فراوانی دارند ایستادند در پیش روی خداوند و انجام دادن اراده او را ترک نمی کنند. آنان سراسر تخت را می پوشانند و با صدای لطیف پیش روی خداوند این سرود را می سرایند: قدوس 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 خداوند فرمانده سبایوت، آسمان ها و زمین از جلال تو پر است. هنگامی که همه این چیزها را دیدم، آن مردان به من گفتند: ای خنوخ، دستور داشتیم تو را تا اینجا بیاوریم. و آن مردان از من دور شدند و دیگر ایشان را ندیدم. من در پایان آسمان 7 تنها ماندم و ترسان شدم و بر روی در افتادم و با خود گفتم: وای بر من، چه اتفاقی برای من رخ داده است. و خداوند یکی از شکوهمندانش یعنی جبرئیل رئیس فرشتگان را نزد من فرستاد و به او گفت: ای خنوخ، دل قوی دار و مترس، پیش روی خداوند در ابدیت بایست، برخیز و با من بیا. من به او پاسخ دادم و با خود گفتم: خداوندا، جان من به سبب وحشت و لرز از تنم بیرون شده است. من مردانی را که راهنمای من به آنجا بودند صدا زدم و بر آنان تکیه کردم و همراهشان به پیش روی خداوند رفتم. جبرئیل مرا مانند برگی در باد برگرفت و پیش روی خداوند گذاشت. من آسمان 8 را که به زبان عبری مزالوت خوانده می شود و به معنی سیارات و بروج 12 گانه است و فصول خشکسالی و باران را تغییر می دهد و 12 صورت منطق البروج را که بالای آسمان 7 است مشاهده کردم. آسمان 7 را که به عبری کوخایوم به معنی ستاره نامیده می شود و خانه های آسمانی 12 صورت منطق البروج را که آنجاست دیدم. در آسمان 10 که عربوت باشد من نمایش روی خداوند را دیدم که مانند آهنی که درون آتش می درخشد و بیرون آتش اخگر می اندازد. بدین شیوه روی خداوند را دیدم و روی خداوند غیر قابل وصف و شگفت‌آور و مهیب و بسیار بسیار وحشت آور است. و من کیستم که از وجود ناگفتنی خداوند و روی بسیار شگفت‌آورش سخن بگویم. من نمیتوانم از شماره تعالیم فراوان، صداهای گوناگون، تخت بسیار بزرگ خداوند که ساخته دست‌ها نیست، همچنین از شمار کسانی که اطراف او ایستادند، صفوف کروبیان و سرافیم و آوازهای پیوسته آنان، یا از زیبایی ناگفتنی وی سخن بگویم. و چه کسی میتواند از عظمت ناگفتنی او سخن بگوید؟ و من به خاک افتادم و نزد خداوند سر فرود آوردم و خداوند با لبهایش به من گفت: خنوخ، دل قوی دار و مترس، برخیز و در ابدیت پیش رویم بایست. و میکائیل امیر اعظم مرا برداشت و پیش روی خداوند برد. و خداوند بندگان خود را آزمود و گفت: بگذارید خنوخ در ابدیت پیش رویم بایستد. شکوهمندان سر فرود آوردند و گفتند: خنوخ طبق سخن تو رفتار کند. خداوند به میکائیل گفت: برو و خنوخ را از جامه های زمینی خلع کن و با روغن خوشبوی من او را مسح کن، سپس وی را در خلعت جلال من بگذار. میکائیل فرمان خداوند را انجام داد و مرا مسح کرد و جامه‌ام پوشاند. خداوند یکی از رؤسای فرشتگان به نام پرووئیل را که حکمت و علم او از همگانش افزون بود و همه کارهای خداوند را می نوشت فراخواند. خداوند به پرووئیل گفت: کتابها را همراه یک قلم تند نویسی از خزانه‌ام بیاور و آن را به خنوخ بسپار و کتابهای برگزیده و آرام بخش را با دست خود به او تحویل ده. پرووئیل همه کارهای آسمان و زمین و دریا و همه عناصر، گذرها و حرکات آنها،
غرش رعد، خورشید و ماه، حرکت و تغییر ستارگان، فصول سالها، روزها و ساعتها، برخاستن باد، شمار فرشتگان، شکل آواز آنان، همه امور بشری، زبان همه اصوات و زندگی انسان، فرمانها، تعالیم و آوازهای خوش و همه چیزهای سزاوار آموختن را به من گفت. و پراوایل به من گفت همه چیزهایی را که به تو گفتم نوشته ایم، بنشین و همه جانهای مردم را بنویس، همراه با جاهایی که برای آنان در ابدیت فراهم شده است. هر چیز بسیاری از آنان متولد شده اند، زیرا همه جانها پیش از آفرینش جهان برای ابدیت آماده شده اند. تمام 2 برابر 30 روز و 30 شب همه چیزها را دقیقاً به تحریر درآوردم و 366 کتاب نوشتم. و خداوند مرا فراخواند و گفت ای خنوخ، با جبرئیل در سمت چپ من بنشینید. من نزد خداوند سر فرود آوردم و خداوند با من سخن گفت. ای خنوخ محبوب، تمام آنچه می‌بینی و تمام آنچه کامل ایستاده اند، هر آنچه را از عدم آفریدم، حتی پیش از آغاز آنها، و چیزهای مرئی و نامرئی را برایت خواهم گفت. ای خنوخ، بشنو و سخنم را دریافت کن، زیرا رازهایم را حتی به فرشتگانم نگفتم و ایشان را از برخاستن آنان و قلمرو بی پایانم آگاه نکردم. همچنین آنها آفرینشم را که امروز از آن با تو سخن گویم در نیافتند، زیرا پیش از اینکه همه چیزها مرئی شوند، من به تنهایی در نامرئی ها به سر می بردم، مانند خورشید که از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق می رود. حتی خورشید در خود آرامش دارد، ولی من هیچ آرامشی نداشتم، زیرا من همه چیزها را می آفریدم و به ریختن شالوده و آفریدن موجودات مرئی می اندیشیدم. من در ژرف‌ترین مکانها فرمان دادم که چیزهای مرئی از چیزهای نامرئی به زیر آیند و ادویل بسیار بزرگ به زیر آمد و او را نگریستم و اینک اندرون وی از نور انباشته بود. من به او گفتم ای ادویل، از هم گسسته شو و مرئی ها از تو بیرون آیند. او از هم گسست و نور فراوانی از او بیرون آمد. من میان نور بزرگی بودم و همین که نور از نور زاییده میشد، دوره بزرگی پدید آمد و هر آفریده ای را که به آفریدنش می اندیشیدم نشان داد. من دیدم که آن خوب بود. من برای خود تختی نهادم و بر آن نشستم و به نور گفتم بالاتر بیا و خودت را بالای تخت استوار کن و شالوده چیزهای برین باش. و بالای نور چیز دیگری نیست. آنگاه من خم شدم و از بالای تختم نگاه کردم و من دوباره در ژرف‌ترین مکانها ندا دادم و گفتم ارکس بیدرنگ بیاید. او بیدرنگ از نامرئی آمد. ارکس سریع و سنگین و بسیار قرمز آمد. من گفتم ای ارکس باز شو، از تو موجوداتی پدید آیند. او باز شد و دوره‌ای بسیار بزرگ و بسیار تاریک پدید آمد که آفرینش چیزهای زیرین را در برداشت. من دیدم که این خوب است و با او گفتم پایین برو و خود را استوار کن و شالوده چیزهای زیرین باش. و چنین شد و او پایین رفت و خویشتن را استوار کرد و شالوده چیزهای زیرین شد. زیر تاریکی چیز دیگری نیست. و من فرمان دادم که چیزی از نور و تاریکی گرفته شود و گفتم غلیظ باش و چنین شد و آن را با نور گستردم تا آنکه به آب تبدیل شد. آن را روی تاریکی و زیر نور قرار دادم. آنگاه آبها را استوار یعنی لجه ساختم و شالوده ای از نور اطراف آب قرار دادم. 7 فلک درونی ساختم و آن آب را مانند بلور یا شیشه تر و خشک ساختم. با دور زدن آبها و عناصر دیگر و به هر یک از آنها راهش را نشان دادم و 7 ستاره که هر یک از آنها در آسمانش تا بدین شیوه بروند و من دیدم که آن خوب است. و من میان نور و تاریکی یعنی میان آبهای آنجا و اینجا جدایی افکندم و به نور گفتم که روز باشد و به تاریکی گفتم که شب باشد و شام بود و صبح بود روز اول. سپس فلک آسمان را استوار کردم و پایین ترین آب زیر آسمان را در مجموعه‌ای گرد آوردم و آن آشفتگی را خشکاندم و چنین شد.
و از امواج صخره سخت و بزرگ آفریدم و از آن صخره خشکی را پر کردم و این خشکی را زمین خواندم. میانه زمین را حاویه نامیدم که به معنای لجه است. دریاها را در یک جا گرد آوردم و آن را با یوغی بستم و به دریا گفتم اینک من به تو مرزهای جاودانه‌ای میدم و تو اجزایت را پاره نخواهی کرد. آنگاه من آسمان را محکم کردم. در این روز نخستین آفریده را به سوی خود خواندم و برای همه لشکرهای آسمانی صورتی و ماده‌ای از آتش ساختم و چشمم به همان صخره سخت و استوار نگریست و از برق چشمم طبیعت شگفت‌آور برق پدید آمد که آتشی در آب و آبی در آتش است و این یکی آن را خشک نمی کند و آن دیگری این را فرو نمی نشاند. از این رو برق از خورشید درخشانتر و از آب نرمتر و از صخره سما سخت‌تر است. و از آن صخره آتش بزرگی را جدا کردم و از آن آتش صفوف متشکل 10 گروه فرشتگان را آفریدم. سلاحشان آتشین و جامه‌هایشان شعله سوزان است و به هر یک فرمان دادم در مقام خود بایستد. یکی از سلسله فرشتگان که همراه زیر دستانش سرپیچی کرده بود خیالات محالی را در سر می پروراند که تختش را فراتر از ابرها و بالای زمین قرار دهد تا در رتبه با من برابری کند. من وی را با فرشتگانش از مقام رفیع انداختم و او پیوسته در فضای بالای لجه پرواز می کرد. روز سوم فرمان دادم که زمین درختان بزرگ و میوه‌دار و گیاهان و دانه‌های کاشتنی را برویاند و فردوس را احداث کردم و گرد آن حصاری کشیدم و نگهبانان مسلحی از فرشتگان فروزان در آن قرار دادم. بدین شیوه آفرینش را تجدید کردم و شام بود و صبح بود روز چهارم. روز چهارم دستور دادم چراغ‌های بزرگی در فلک‌های آسمان باشد. در فلک اول ستارگان را قرار دادم، کرونو را، و در دوم آفرودیت را و در سوم اریس را و در پنجم زئوس را و در ششم آرمیس را و در هفتم نیز اسقر را، ماه را، و آن را با ستارگان کوچکتر آراستم. و در فلک زیرین خورشید را برای روشن کردن روز و ماه و ستارگان را برای روشنی شب قرار دادم. خورشید تا روی هر یک از حیوانات 12 گانه سیر کند و من تعاقب ماه ها و نام ها و زندگی آنها و رعدها و وقت گذاری ها و سیر آنها را تعیین کردم. و شام بود و صبح بود روز پنجم. روز پنجم به دریا دستور دادم ماهی تولید کنند و پرندگان بالدار از هر نوع و همه حیواناتی که روی زمین میخزند و روی زمین بر 4 پا راه میروند و در هوا پرواز میکنند، نر و ماده و هر نفسی که روح حیات را تنفس میکند. و شام بود و صبح بود روز ششم. روز ششم به حکمتم دستور دادم انسان را از 7 ماده بیافریند. نخست جسمش را از زمین، دوم خونش را از شبنم، سوم چشمانش را از خورشید، چهارم استخوان‌هایش را از سنگ، پنجم خردش را از چالاکی فرشتگان و از ابر، ششم رگ‌ها و مویش را از علف زمین، هفتم جانش را از نفس خودم و از باد. و به او 7 طبیعت دادم، به جسم شنیدن و چشم برای دیدن و به جان بوییدن، رگ برای بساویدن، خون برای چشیدن و استخوان برای بردباری ورزیدن و به خرد برخورداری. من یک سخن زیرکانه را برای گفتن اندیشیدم. انسان را از نامرئی و از طبیعت مرئی آفریدم. مرگ و زندگی و شکل او از این 2 هستند. او سخن گفتن را مانند برخی از مخلوقات می داند، کوچک در بزرگی و بزرگ در کوچکی، و وی را مانند فرشته دیگری با احترام و بزرگی و شکوه در زمین نهادم و او را فرمان روا قرار دادم تا بر زمین فرمان روایی کند و حکمت مرا داشته باشد و از همه مخلوقات من که وجود داشتند کسی مانند او از خاک نبود. و من به وی نامی دادم که از 4 بخش ترکیب شده بود، از مشرق، از مغرب، از جنوب و از شمال، و برای او 4 ستاره ویژه قرار دادم و نام آدم بر او نهادم و 2 راه نور و ظلمت را به وی نشان دادم و گفتم این خوب است و آن بد،
تا بدانم که آیا او به من عشق دارد یا اینکه از من بیزار است و معلوم شود که چه کسی در درون خیش مرا دوست دارد. زیرا من طبیعت او را دیدم ولی او طبیعت خودش را ندیده است و بر اثر این ندیدن بدتر گناه خواهد کرد. و من گفتم نتیجه گناه جز مرگ نیست. و من خوابی بر او چیره کردم و او به خواب رفت و از او دنده‌ای گرفتم و آن را زنی بنا کردم تا مرگ از طریق زنش به سراغ او بیاید. و من آخرین کلمه او را گرفتم و آن زن را حوا یعنی مادر نامیدم. آدم بر زمین حیات یافت و من باغ عدن را در مشرق آفریدم تا او پیمان را حفظ کند و دستور را نگاه دارد. من آسمان ها را بر او گشودم تا ببیند که فرشتگان سرود پیروزی می سرایند و نور جاوید را مشاهده کند. او پیوسته در فردوس بود و شیطان می دانست که می خواهم جهانی دیگر بیافرینم تا آدم که آقای زمین بود بر آن حکومت و استیلا داشته باشد. شیطان روح شریر اماکن زیرین است که به منزله یک آواره از آسمان ها شیطنت می کرد. همانطور که نامش شیطان ایل بود بدین شیوه از فرشتگان جدا شد. طبیعت وی هوش او را تا حد فهم نیک و بد تغییر نداد. او محکومیت خیش و گناهی را که قبلا مرتکب شده بود می شناخت. از این رو اندیشه‌ای بر ضد آدم در سر می پروراند. بدین شیوه نزد حوا رفت و او را فریفت ولی با آدم کاری نداشت. من جهالت را نفرین کردم ولی چیزهایی را که قبلا برکت داده بودم نفرین نکردم. انسان و زمین و آفریده های دیگر را نفرین نکردم ولی میوه و کارهای بد انسان را نفرین کردم. من به او گفتم تو خاک هستی و به خاک که تو را از آن گرفتم بر من خواهی گشت. من تو را نابود نخواهم کرد بلکه تو را به جایی که از آن گرفته شدی خواهم فرستاد. در آن صورت خواهم توانست تو را دوباره در دومین آمدن خیش بگیرم. من همه مخلوقات مرئی و نامرئی خود را برکت دادم. آدم 5.5 ساعت در فردوس بود و من روز 7 را که سبت است برکت دادم تا در آن روز وی از همه کارهایش آرام گیرد و روز 8 را نیز معین کردم تا 8مین روز نخستین آفریده پس از کارهای من باشد و نخستین 7 به شکل 7مین هزار بچرخد و در آغاز 8مین هزار زمان نشمردن و بی پایان باشد بدون سال، ماه، هفته، روز یا ساعت. اکنون ای خنوخ هر آنچه به تو گفتم و هر آنچه تو دریافته ای و هر آنچه از چیزهای آسمانی تو دیده ای و هر آنچه بر زمین مشاهده کرده ای و هر آنچه با حکمت بزرگ خود در این کتاب ها نوشتم، همه این چیزها از بالاترین شالوده تا پایین ترین و تا نهایت ابداع من و آفریده است. هیچ مشاور یا وارثی برای آفرینشم وجود ندارد. من جاوید هستم، با دستها آفریده نشدم و تغییر ناپذیرم. اندیشه مشاور من است، حکمت و سخن من ساخته می شوند و چشمانم همه چیزها را مشاهده می کنند که چگونه اینجا می ایستند و از وحشت می لرزند. اگر رویم را بگردانم همه چیزها نابود می شوند. آن خرد را به کار گیر و کسی را که با تو سخن می گوید بشناس و کتابهایی را که خودت نوشته ای برگیر. من سموئیل و رگوئیل را که راهنمایان تو به این مکان بودند و کتابها را به تو می دهم و به زمین فرود آی و هر آنچه را به تو گفتم و هر آنچه را از آسمان زیرین تا تخت من دیده ای و همه لشکریان را به پسرانت بگو. زیرا من همه نیروها را آفریدم و هیچ کس نمیتواند در مقابل من ایستادگی کند یا خود را تسلیم من نکند. زیرا همه به پادشاهی من تسلیم میشوند و برای حکومت مطلقه من کار میکنند. کتابهای نوشته دستت را به ایشان بده تا آنها را بخوانند و مرا آفریدگار همه چیزها بدانند و بفهمند خدایی جز من نیست. و کتابهای نوشته دستت را فرزندان به فرزندان و نسل به نسل و اقوام به اقوام توزیع کنند. و ای خنوخ من به خاطر نوشته های دست پدرانت آدم و شیس و انوش و قینان و مهلئیل و پدرت یارد شفیع خود میکائیل امیر عظیم را به تو خواهم داد.
آنان فرمانم و یوغم را رد کردند و نسل بیارزشی پدید آمده است که از خدا نمی ترسد و نزد من سر فرود نمی آورد. باری ای خنوخ، به تو 30 روز فرصت می دهم که در خانه‌ات بگذرانی و به پسرانت و همه خانوادت بگویی که همه آنان آنچه را به ایشان گفته می شود روبرو از من بشنوند تا آن را بخوانند و بدانند که خدایی جز من نیست و پیوسته دستورهایم را نگه دارند و به خواندن و درک آنها از کتابهای نوشته دست تو آغاز کنند. پس از 30 روز من فرشته‌ام را برای تو خواهم فرستاد و او تو را از زمین و از پسرانت به سوی من برخواهد گرفت. و خداوند یکی از قدیمی ترین فرشتگان را که سهمگین و رعب‌آور بود فرا خواند و وی را در جلوه‌ای به سفیدی برف کنار من قرار داد. دستهایش مانند یخ جلوه یخبندان بزرگی داشت و او چهره مرا منجمد کرد، زیرا نمی توانستم در برابر وحشت از خداوند تاب بیاورم. درست همونطور که نمی توان در برابر آتش کانون و گرمای خورشید و سوز سرما تاب آورد. و خداوند به من گفت ای خنوخ، اگر چهره‌ات اینجا منجمد نشود هیچ کس نخواهد توانست چهره‌ات را ببیند. خداوند به مردانی که در آغاز مرا بالا برده بودند گفت خنوخ با شما به زمین برود و او را تا روز معین مهلت دهید. آنان شب هنگام مرا روی بسترم گذاشتند. متوشالح که منتظر آمدنم بود و روز و شب در کنار بسترم پاس میداد، هنگامی که از آمدن من آگاه شد هیبت او را فرا گرفت و من به او گفتم تمام خانواده‌ام گرد آیند تا همه چیزها را به آنان بگویم. ای پسرانم و ای محبوبانم، اندرز پدرتان را تا آن اندازه که خواسته خداوند است بشنوید. مرا امروز به سوی شما روانه کردند و هر آنچه را هست و بود و همه امور حال و آینده را تا روز داوری نه از لب‌های خود بلکه از لب‌های خداوند به شما اعلام می‌کنم. زیرا خداوند مرا به سوی شما روانه کرده تا به سخنان لب‌هایم، یعنی سخنان انسانی که برای شما بزرگ قرار داده شده، گوش فرا دهید. ولی من کسی هستم که چهره خداوند را دیده است که مانند آهنی که از آتش می درخشد اخگر می اندازد و می سوزد. شما اکنون به چشمهایم، یعنی چشمهای کسی که در معنا برای شما بزرگ قرار داده شده می نگرید. ولی من چشمان خداوند را دیدم که مانند پرتوهای خورشید می تابند و چشمان آدمی را از هیبت پر می کنند. فرزندانم، شما اکنون دست راست انسانی را می بینید که به شما کمک می کند. ولی من دست راست خداوند را دیدم که هنگام کمک به من آسمان را پر می کرد. شما وسعت کارهای من و خودتان را می بینید، ولی من وسعت بیکران و کامل خداوند را دیدم که پایانی ندارد. شما سخنان لبهای مرا می شنوید، همانطور که من سخنان خداوند را شنیدم، مانند رعدی که پیوسته در ابرها می غرد. اکنون فرزندانم، سخنان پدر زمین را بشنوید. حضور در پیش روی یک فرمان روای زمینی با ترس و هیبت همراه است، ولی حضور پیش روی فرمان روای آسمان و حاکم مردگان و زندگان و لشکرهای آسمان وحشت و هیبت بیشتری را همراه دارد. چه کسی میتواند آن درد بی پایان را تحمل کند؟ اکنون فرزندانم، من همه چیزها را میدانم، زیرا این از لبهای خداست و این را چشمانم از آغاز تا انجام دیدند. من همه چیزها را میدانم و همه چیزها را در کتابهایی نوشتم، آسمانها و نهایت آنها و فراوانی آنها و همه لشکریان و پیشروی آنها را. من جمع بیشماری از ستارگان را اندازه گیری و وصف کردم. کدام انسان گردش و ورود آنها را دیده است؟ زیرا حتی فرشتگان شمار آنها را نمی بینند، ولی من همه نامهایشان را نوشتم. من فلک خورشید را اندازه گیری کردم، پرتوهایش را سنجیدم،
ساعتهایش را برشمردم. همچنین تمام چیزهایی را که روی زمین راه می‌روند نوشتم. چیزهایی را که روزی می‌خورند نوشتم و همه دانه‌های افشانده و ناافشانده را که زمین تولید می‌کند و همه گیاهان و هر علف و هر گلی را و بوهای خوش آنها و نامهایشان را و اقامتگاه ابرها را و ترکیب آنها را و بالهایشان را و چگونگی نگهداری باران و قطرات آن را. من همه چیزها را جستجو کردم و راه رعد و برق را نوشتم و آنان کلیدها و نگهبانانشان، برآمدن آنها و راهی را که می روند به من نشان دادند. آن به آرامی به وسیله یک زنجیر رها می شود. مبادا آن با زنجیر سنگین و همراه خشونت از ابرهای خشمگین پایین افتد و هر چیز را از روی زمین براندازد. من مخازن برف و مخازن هوای سرد و مه‌آلود را نوشتم و خازنان فصول را مشاهده کردم که ابرها را در آنها می‌ریزند و مخازن را خالی نمی‌گذارند. من اقامتگاه بادها را نوشتم و مشاهده کردم و دیدم که خازنان آنان ترازوهایی و پیمانه‌هایی را حمل می‌کند. من اقامتگاه بادها را نوشتم و مشاهده کردم و دیدم که خازنان آنها ترازوهایی و پیمانه‌هایی را حمل می‌کنند. نخست ایشان آنها را در یک کفه ترازو و اوزان را در کفه دیگر می‌گذارند و آنها را به اندازه و با مهارت روی همه زمین رها می‌کنند، مبادا با ورزش سنگین زمین را به صخره‌ای مبدل سازند. و من همه زمین و کوه‌هایش را اندازه‌گیری کردم و همه تپه‌ها و مزارع و درختان و سنگ‌ها و رودخانه‌ها و همه موجودات را نوشتم. به سوی بالا از زمین تا آسمان هفتم و به سوی پایین تا بیشترین ژرفای دوزخ و مکان داوری و دوزخ بسیار بزرگ و باز و فراخ. و دیدم چگونه آن زندانیان در رنجند و در انتظار داوری بی پایان به سر میبرند و همه کسانی را که نزد آن قاضی داوری میشوند و همه محکومیت آنان و همه کارهایشان را نوشتم. من همه نیاکان از همه زمانها را با آدم و حوا دیدم و آه کشیدم و سرشک از دیده گشودم و درباره خاری ویرانگر آنان گفتم. وای بر من به سبب ناتوانی خودم و ناتوانی نیاکانم. و در دلم اندیشیدم و گفتم خوشا به حال کسی که زاییده نشده و یا زاییده شده ولی پیش روی خداوند گناهی نمی کند، همان که به این مکان نمی آید و یوغ این مکان را بر نمی دارد. من دیدم خازنان و نگهبانان دروازه های دوزخ مانند مارهای بزرگی ایستادند و چهره‌هایشان مانند چراغ خاموش بود و چشمان آتشین آنها و دندانهای تیزشان را. و من دیدم که همه کارهای خداوند درست است، در حالی که کارهای انسان برخی خوب و برخی دیگر بد است و کسانی که از روی تبهکاری دروغ میگویند با کارهایشان شناخته میشوند. فرزندانم، من هر کار و هر اقدام و هر داوری عادلانه ای را سنجیدم و آنها را نوشتم. همانطور که یک سال از سال دیگر بهتر است، یک انسان نیز از انسان دیگر بهتر است. یکی برای دارایی فراوان و یکی برای حکمت دل، یکی برای درک ویژه و دیگری برای زیرکی، یکی برای خاموشی لب و دیگری برای پاکیزگی، یکی برای نیرومندی و دیگری برای خوشرویی، یکی برای جوانی و دیگری برای تیزهوشی، یکی برای تناسب اندام و دیگری برای حساسیت. اینجا همه جا به گوش می‌خورد، ولی بهتر از همه کسی است که از خدا می‌ترسد و همو در آینده از جلال بیشتری برخوردار خواهد شد. هنگامی که خداوند انسان را با دستهای خیش و در شباهت چهره خود آفرید، خداوند آنان را کوچک و بزرگ ساخت. هر کس به چهره فرمانروا بی حرمتی کند و از چهره خداوندگار بیزار شود، روی خداوند را تحقیر کرده است. و کسی که خشم خود را بر انسان بیازاری فرو ریزد، خشم بزرگ خداوند او را پاره خواهد کرد. و هر کس بر روی انسانی برای توهین آب دهان بیندازد، در داوری بزرگ خداوند از او کاسته خواهد شد.
خوشا به حال کسی که دل خود را به بدی به هیچ انسانی گرایش ندهد و به آزردگان و محکومان کمک رساند و دلشکستگان را از خاک بردارد و به نیازمندان صدقه بدهد. زیرا در روز داوری بزرگ هر وزنی و هر پیمانه‌ای و هر پاره سنگی وضعی مانند وضع بازار خواهد داشت، یعنی آنها را در ترازو خواهند گذاشت و در بازار خواهد ماند و هر کس اندازه خود را خواهد دانست و به اندازه خیش مزد خواهد گرفت. هر کس پیش روی خداوند در تقدیم قربانی شتاب کند، خداوند نیز به سهم خود در پذیرفتن آن قربانی و کار او شتاب خواهد کرد. و هر کس چراغ خود را پیش روی خداوند بالا بکشد و داوری درست نکند، خداوند گنج او را در قلمرو بالا افزایش نخواهد داد. هنگامی که خداوند نان، شمع، گوشت یا قربانی دیگری می‌خواهد، اهمیتی ندارد، ولی خدا دلهای پاک را می‌طلبد و با همه آنها فقط دل آدمی را آزمایش می‌کند. قوم من، بشنوید و کلمات لب‌هایم را دریافت کنید. اگر کسی هدیه ای را نزد یک فرمانروای زمینی بیاورد و اندیشه های خائنانه‌ای در دل داشته باشد و فرمانروا این را بداند، آیا بر او خشم نخواهد گرفت و هدیه‌اش را رد نخواهد کرد و او را به داوری نخواهد سپرد؟ و اگر کسی خود را به دیگری با فریب زبان خوب وانمود کند ولی بدی در دل داشته باشد، آیا دیگری خیانت دل او را نخواهد فهمید؟ او خود را محکوم خواهد کرد، زیرا نادرستی وی برای همه معلوم شده است. و هنگامی که خداوند نور بزرگی را خواهد فرستاد، داوری برای عادلان و غیر عادلان خواهد بود و هیچ کس از دید او پنهان نخواهد ماند. اکنون فرزندانم، درباره دل خود بیندیشید و سخنان پدرتان را که از دهان خداوند به شما میرسد خوب ملاحظه کنید. این کتاب‌های نوشته دست پدرتان را بگیرید و آنها را بخوانید. این کتاب‌ها بسیار هستند و در آنها شما همه کارهای خداوند و همه آنچه را از آغاز آفرینش بوده و تا پایان زمان خواهد بود می‌آموزید. اگر شما نوشته دست مرا نگه دارید، بر ضد خداوند گناه نخواهید کرد، زیرا کسی جز خداوند در آسمان و زمین و در ژرف‌ترین مکانها و در یک شالوده وجود ندارد. خداوند شالوده ها را در ناشناخته قرار داده و آسمان های مرئی و نامرئی را گسترده است. او زمین را بر آبها استوار ساخت و مخلوقات بیشماری را آفرید. و کیست که شمارش آب و شالوده نااستوار و غبار زمین و ریگ دریا و قطره‌های باران و شبنم صبح و نفس‌های باد را بداند؟ و چه کسی زمین و دریا و زمستان جامد را پر کرده است؟ من ستارگان را از آتش بریدم و آسمان را آذین بستم و آن را میان آنها قرار دادم. خورشید از میان 7 فلک آسمانی می رود که وعدگاه 182 تخت هستند و اینکه آن در یک روز کوتاه پایین می رود و باز هم 182 و آن در یک روز بزرگ پایین می رود و او 2 تخت دارد که بر آنها می آسایند و این سو و آن سو بر فراز تختهای ماه ها می چرخد. از 17مین روز ماه سیوان تا ماه هشوان پایین می رود و از 17 هشوان بالا می رود. بدین شیوه در کنار زمین راه می پیماید. پس زمین شاد می شود و میوه های خود را می رویاند و هنگامی که دور می شود اندوه زمین را فرا می گیرد و درختان و همه میوه ها دیگر شکوفه‌ای ندارند. او همه اینها را با اندازه گیری خوب ساعتها سنجید و اندازه ای را از مرئی و نامرئی با حکمت خود تعیین کرد. از نامرئی همه چیزها را مرئی ساخت ولی خودش نامرئی بود. بنابراین فرزندانم، شما را آگاه می سازم و آن کتابها را میان فرزندانتان توزیع می کنم، میان نسل شما و میان اقوامی که از خدا خواهند ترسید. ایشان آنها را دریافت کنند و آنها را بیش از هر غذایی و هر شیرینی زمینی دوست بدارند و آنها را بخوانند و خیش را با آنها منطبق کنند.
و کسانی که خداوند را نمیشناسند و از خدا نمیترسند و به جای قبول آنها را رد میکنند و آنها را نمیپذیرند، یک داوری وحشتناک در انتظار آنان است. خوشا به حال کسی که یوغ آنها را بردارد و بکشد، زیرا او در روز داوری بزرگ آزاد خواهد شد. فرزندانم، من برای شما متعهد می شوم، ولی نه با هیچ سوگندی، نه به آسمان و نه به زمین و نه به آفریده دیگری از آفریدگان خدا. خداوند گفت هیچ سوگند و بی‌عدالتی در من نیست جز راستی. اگر در انسانها هیچ راستی یافت نشود، باز هم باید با آری آری یا نه نه متعهد شوند. و من برای شما متعهد می شوم، آری آری، که هیچ انسانی در زهدان مادرش قرار نگرفته مگر اینکه از پیش برای هر یک از آنان جایی برای اقامت آن جان آماده شده است و اندازه‌ای قرار داده شده که یک انسان باید تا چه حدی در این دنیا آزمایش شود. آری فرزندانم، خود را فریب ندهید، زیرا از پیش برای هر جان انسانی جایی آماده شده است. من کار هر انسانی را به قید کتابت درآوردم و هیچ کس از زادگان روی زمین پنهان نمیماند و کارش مکتوم نیست و من همه چیزها را میبینم. بنابراین اکنون فرزندانم، شمار روزهای خود را در بردباری و فروتنی بگذرانید تا وارث حیات جاودانی شوید. به خاطر خداوند هر آسیب و رنجی و هر سخن بد و هجومی را تحمل کنید. اگر کار شما را بد تلافی کنند، آن را به ایشان، خواه همسایه یا دشمن، برنگردانید، زیرا خداوند برای شما آن را برخواهد گرداند و انتقام شما را در روز داوری بزرگ خواهد گرفت. تا اینجا هیچ انتقامی میان مردم باقی نماند. هر کس از شما که طلا یا نقره ای را برای برادر خویش صرف کند، در جهان آینده گنج گرانی را دریافت خواهد کرد. بیوه زنان و یتیمان و بیگانگان را نیازارید تا خشم خدا بر شما فرود نیاید. دستهای خود را به سبب نیرومندی به روی مستمندان نگشایید. نقره خویش را در زمین پنهان نکنید. به انسان مؤمن به هنگام بلا کمک کنید تا در مشکلات بلا به سراغتان نیاید. هر یوغ سنگین و ظالمانه‌ای که بر شما فرود می آید، همه را برای خداوند بردارید تا پاداش خود را در روز داوری بیابید. خوب است صبح و ظهر و غروب برای تسبیح آفریدگارتان به مسکن خداوند بروید، زیرا هر تنفس کننده ای او را تسبیح می گوید و هر آفریده مرئی و نامرئی وی را می ستاید. خوشا به حال انسانی که لبهای خود را به ستایش خدای سبایوت می گشاید و خداوند را در دل خود حمد می گوید. نفرین بر هر انسانی که لبهای خود را برای اهانت و بدنامی همسایه خیش می گشاید، زیرا او به خدا اهانت می کند. خوشا به حال کسی که لبهای خود را برای مبارک خواندن و حمد خدا می گشاید. نفرین بر کسی که در پیشگاه خداوند در همه روزهای عمرش لبهای خود را به نفرین و ناسزا می گشاید. خوشا به حال کسی که همه کارهای خداوند را مبارک می شمارد. نفرین بر کسی که به آفرینش خداوند اهانت می کند. خوشا به حال کسی که به پایین می نگرد و افتادگان را از خاک بر می دارد. نفرین بر کسی که می نگرد و برای نابود کردن آنچه از آن وی نیست حرص می زند. خوشا به حال کسی که اصول پدرانش را از آغاز استوار شده است و نگه می دارد. نفرین بر کسی که اعتقادات نیاکان خود را منحرف می کند. خوشا به حال کسی که بذر صلح و محبت می کارد. نفرین بر کسی که مزاحم آنانی می شود که همسایگان خود را دوست می دارند. خوشا به حال کسی که با زبان و دل متواضع با همه سخن می گوید. نفرین بر کسی که با زبان خود از صلح سخن می گوید ولی در دلش هیچ صلحی نیست بلکه شمشیر است، زیرا همه اینها در روز داوری بزرگ آشکارا در ترازو و در کتابها نهاده خواهد شد. اکنون فرزندانم، نگویید پدر ما جلوی خدا ایستاده است و برای گناهان ما دعا می کند، زیرا در آنجا برای انسانی که گناه کرده باشد مددکاری نیست.
شما میبینید که من همه کارهای انسانی را پیش از آفرینش وی نوشتم. همه آنچه میان همه انسانها در همه زمانها صورت میگیرد و هیچ کس نمیتواند نوشته دست مرا نقل یا تحریف کند. زیرا خداوند همه خیالات انسان را در همون جایی از خزانه دل که قرار دارند می‌بیند که آنها باطل هستند. و اکنون فرزندانم، به همه سخنان پدرتان خوب توجه کنید و من به شما خواهم گفت تا پشیمان نشوید و نگویید چرا پدرمان چیزی به ما نگفت. در آن زمان که این امور را ندانید، کتاب‌هایی که به شما دادم میراث سلامت شما خواهند بود. آنها را به همه کسانی که خواستار باشند برسانید و به آنان تعلیم دهید تا کارهای بسیار بزرگ و شگفت‌آور خداوند را ببینید. فرزندانم، اینک روز اجل من و زمان آن نزدیک شده است. زیرا فرشتگانی که مرا همراهی خواهند که ایستاده‌اند و بر عزیمت من از نزد شما اصرار می‌ورزند. آنان اینجا روی زمین ایستادند و منتظر چیزی هستند که به ایشان گفته شده است. زیرا فردا من به آسمان، به بالاترین اورشلیم و میراث جاوید خود بالا خواهم رفت. از این رو من به شما دستور می‌دهم در پیش روی خداوند همه چیزهایی را که پسند اوست انجام دهید. متوشالح به پدرش خنوخ پاسخ داد و گفت: ای پدر، چه چیز در نظر تو مطبوع است تا پیش رویت آماده کنم و تو و منازل ما و پسرانت را مبارک سازی و قوم تو به وسیله تو جلال پیدا کنند، سپس همانطور که خداوند گفته است عزیمت کنی. خنوخ به پسرش متوشالح پاسخ داد و گفت: فرزندم بشنو، از هنگامی که خداوند مرا با روغن جلال خود مسح کرد غذایی نخوردم و جانم لذت‌های زمینی را به یاد نمی آورد. به هیچ چیز زمینی نیز میل ندارم. ای فرزندم متوشالح، همه برادرانت و همه خانواده‌ات و مشایخ قوم را فراخوان تا با آنان سخن بگویم و همانطور که مقرر شده است عزیمت کنم. متوشالح شتاف و برادرانش رگیم و ریمان و اوهان و هرمیون و گیداد و همه مشایخ قوم را پیش روی پدرش خنوخ گردآوری کرد و او آنان را برکت داد و به آنان گفت: فرزندانم، امروز به من گوش بسپارید. در آن روزها هنگامی که خداوند به خاطر آدم به زمین فرود آمد و از همه مخلوقاتی که خودش آفریده بود دیدار کرد و پس از همه اینها آدم را آفرید و خداوند همه حیوانات زمین و همه خزندگان و همه پرندگانی را که در هوا پرواز می کنند فراخواند و همه آنها را پیش روی پدرمان آدم آورد و آدم همه چیزهایی را که روی زمین زندگی می کنند نامگذاری کرد و خداوند او را فرمانروای همگان قرار داد و همه چیزها را زیر دست او مطیع ساخت و آنها را گنگ و نادان قرار داد تا از انسان فرمان ببرند و تسلیم و رام او باشند. همچنین خداوند هر انسانی را بر دارایی خودش حاکم ساخت. خداوند جان هیچ حیوانی را به خاطر انسان محکوم نخواهد کرد، بلکه جان انسانها را به خاطر حیواناتشان در این جهان محکوم خواهد کرد، زیرا انسانها جای ویژه‌ای دارند. و همونطور که جان انسان طبق شمارشی است، حیوانات و همه جانهای حیواناتی که خداوند آفریده است تا داوری بزرگ هلاک نخواهند شد و اگر انسان در تغذیه آنان کوتاهی کند وی را متهم خواهند ساخت. هر کس جان حیوانات را بیالاید جان خود را آلوده است، زیرا انسان حیوانات پاک را به منظور قربانی برای گناهان می آورد تا برای جان خیش نجاتی به دست آورد. و اگر آنان برای قربانی حیوانات پاک و پرندگانی را بیاورند انسان نجات می یابد و جان خود را نجات می دهد. همه به منزله قضا به شما داده شده است. 4 پای آنها را ببندید تا نجات را نیکو گردانید. او جان خیش را نجات می دهد. و اما هر کس حیوان بیازاری را بکشد جان خود را می کشد و جسم خود را می آلاید. و کسی که به حیوانی در نهان آسیبی برساند کار بدی کرده و جان خود را آلوده است. کسی که به کشتن جان انسانی اقدام می کند جان خود را می کشد و جسم خود را به قتل می رساند و برای او در هیچ زمان چاره‌ای نیست.
کسی که انسانی را به دام بیاندازد خود را در آن گرفتار خواهد کرد و برای او در هیچ زمان چاره ای نیست. کسی که انسانی را در تنگنا قرار می دهد مجازات او در داوری بزرگ در هیچ زمان فراموش نخواهد شد. کسی که کاری را با کژرویی انجام می دهد یا از هر جانی بدگویی می کند در هیچ زمانی برای خود عدالت پدید نخواهد آورد. اکنون فرزندانم، دلهای خیش را از هر بی‌عدالتی که خداوند از آن بیزار است حفظ کنید. همانطور که از خدا چیزی را برای جان خودش می‌طلبد، برای هر نفس زنده‌ای نیز آن را بطلبد. زیرا من همه چیزها را می‌دانم و اینکه در زمان عظیم آینده منازل فراوانی برای مردم آماده شده است، منازل خوب برای نیکان و منازل بد برای بدان فراوان و بیرون از شما. خوشا به حال کسی که به منازل خوب پا می‌گذارد، زیرا منازل بد آرامش و بازگشتی ندارد. فرزندانم، از کوچک و بزرگ بشنوید. هنگامی که انسان اندیشه خوبی را در دل جای می‌دهد و هدایایی از عمل خیش را پیش روی خداوند می‌گذارد که دست‌هایش آنها را نساخته است، خداوند روی خود را از عمل دست او می‌گرداند و انسان نمی‌تواند عمل دست‌های خود را بیابد. و اگر دست‌هایش آنها را بسازد ولی دل وی ناخرسند باشد و دل هیچگاه دست از شکایت بر ندارد، وی سودی نخواهد برد. خوشا به حال کسی که با بردباری هدایای خود را همراه ایمان پیش روی خداوند می‌گذارد، زیرا گناهانش بخشیده خواهد شد. ولی اگر پیش از گذشتن وقت از سخنان خود برگردد، برای او توبه وجود ندارد و اگر زمانی بگذرد و با اراده خیش به وعده عمل نکند، پس از مرگ توبه ممکن نیست. زیرا هر کاری که انسان پیش از وقت انجام می‌دهد، همه برای فریفتن انسان و نافرمانی خداست. اگر انسان برهنگان را بپوشاند یا گرسنگان را سیر کند، مزد خود را از خدا دریافت خواهد کرد. اما اگر دل وی شکایت کند، بدی او 2 برابر می شود، فساد خود وی و فساد آنچه داده است. در این صورت انسان در برابر آن کار مزدی دریافت نخواهد کرد. و اگر دل خودش از خوراک پر است و جسمش را با پوشاک پوشانده مرتکب توهین می شود و همه بردباری خیش را در برابر بینوایی از دست می دهد و برای کارهای خوب خود پاداشی نخواهد داشت. خداوند از هر انسان متکبر و متکلف و هر سخن باطلی که از روی ناراستی صادر می شود بیزار است. این با لبه شمشیر مرگ بریده خواهد شد و در آتش افکنده می شود و تا ابد خواهد سوخت. هنگامی که خنوخ این سخنان را به پسرانش گفت، همه مردم از دور و نزدیک شنیدند که خداوند خنوخ را فرا خوانده است. آنان برای رایزنی انجمن کردند و گفتند خوب خنوخ را ببوسیم. 2000 تن گرد آمدند و به اهوزان محل اقامت خنوخ و پسرانش آمدند. مشایخ قوم و همه گروه آمدند و سر فرود آوردند، به بوسیدن خنوخ آغاز کردند. ای پدر ما خنوخ، برکت خداوند فرمانروای جاوید بر تو باد. اکنون پسرانت و همه قوم را برکت بده تا ما امروز پیش روی تو جلال یابیم. پیش روی خداوند برای ابد جلال خواهی یافت، چون که خداوند تو را از میان همه انسانهای روی زمین برگزید و تو را نویسنده همه خلقتش از مرئی و نامرئی و فدیه شونده گناهان بشر و یاور خانوادت قرار داد. خنوخ به همه قومش پاسخ داد و گفت فرزندانم بشنوید. خداوند پیش از آن که موجودات آفریده شوند، چیزهای مرئی و نامرئی را آفرید و مقداری زمان وجود داشت و آن هم گذشت. آگاه باشید که پس از همه آنها انسان را به صورت خود و شبیه خیش آفرید و به او چشم داد تا ببیند و گوش تا بشنود و دل تا بیندیشد و هوش تا اختراع کند. و خداوند همه کارهای انسان را دید و همه مخلوقات خود را آفرید و زمان را تقسیم کرد و از زمان سالها و از سالها ماهها و از ماهها روزها را معین ساخت و از روزها 7 روز را تعیین کرد و در آنها ساعتهایی قرار داد و آنها را دقیقاً اندازه گیری کرد تا انسان درباره زمان بیندیشد و سالها و ماهها و ساعتها و جابجایی آنها
و آغاز و انجامشان را محاسبه کند و بتواند مدت زندگی خود را از آغاز تا مرگ اندازه‌گیری کند و درباره گناهان خود بیندیشد و کارهای نیک و بد خویش را بنویسد. زیرا هیچ کاری در پیشگاه خداوند پنهان نمی‌ماند تا هر انسانی کارهای خود را بداند و از فرمانهای او هرگز تجاوز روا ندارد و نوشته دست مرا نسل به نسل حفظ کند. و هنگامی که همه مخلوقات مرئی و نامرئی که خداوند آفریده است پایان یابند، هر انسانی به سوی داوری بزرگ می رود و پس از آن همه زمانها و سالها نابود خواهند شد و دیگر ماهها و روزها و ساعتها وجود نخواهند داشت و آنها به هم خواهند پیوست و برشمرده نخواهند شد. آنگاه یک روزگار پدید خواهد آمد و همه عادلان که از داوری بزرگ خداوند رهایی می‌یابند در آن روزگار بزرگ گرد خواهند آمد. روزگار بزرگ برای عادلان آغاز خواهد شد و آنان تا ابد خواهند زیست و از آن پس هیچ رنج و بیماری و تحقیر و نگرانی و نیاز و خشونت و شب و ظلمتی میان ایشان نخواهد جز نور بزرگ. آنان یک دیوار غیر قابل انهدام و یک فردوس درخشان و غیر فانی خواهند داشت، زیرا چیزهای فانی از میان خواهند رفت و حیات جاوید پدید خواهد آمد. و اکنون فرزندانم، جان خود را از هر بی‌عدالتی که خداوند از آن بیزار است حفظ کنید. پیش روی او با ترس و لرز سلوک کنید و تنها او را بپرستید. پیش خدای حقیقی سر فرود آورید، نه پیش بتان گنگ، بلکه به روی او سر فرود آورید و همه هدایای عادلانه را پیش روی خداوند بیاورید. خداوند از آنچه غیر عادلانه است بیزاری می جوید، زیرا خداوند همه چیزها را می بیند. هنگامی که انسان اندیشه ای را به دل خود راه می دهد و درباره آن تأمل می کند، آن افکار پیوسته نزد خداوند که زمین را استوار کرد و همه مخلوقات را روی آن گذاشت حاضر است. و اگر شما با آسمان بنگرید، خداوند آنجاست، و اگر به ژرفای دریا و سراسر زیر زمین بیندیشید، خداوند آنجاست. زیرا خداوند همه چیزها را آفرید. در حالی که خداوند همه آفرینش را ترک می کنید، پیش مصنوعات انسان سر فرود نیاورید، زیرا هیچ کاری از پیش روی خداوند مخفی نمی ماند. زندانم، با بردباری فراوان و فروتنی و صداقت هنگام خشم و اندوه و ایمان و راستی و اعتماد بر وعده ها و ناخوشی و دشنام و جراحت و وسوسه و برهنگی و خلوت سلوک کنید و یکدیگر را دوست بدارید تا از این دوره بدی ها بیرون روید و وارث عصر جاوید شوید. خوشا به حال عادلان که از داوری بزرگ رهایی خواهند یافت، چون درخشش آنان بیش از 7 خورشید خواهد بود، زیرا در این جهان 7مین بخش از همه جدا می شود. نور و ظلمت و قضا و لذت و اندوه و فردوس و عذاب و آتش و یخبندان و چیزهای دیگر، او همه را در نوشته‌ای که خواهید خواند و فهمید گذاشت. هنگامی که سخن خنوخ با قوم پایان یافت، خداوند ظلمتی بر زمین فرستاد و تاریکی پدید آمد و کسانی را که کنار خنوخ ایستاده بودند فرا گرفت و خنوخ به بالاترین آسمان و مکان خداوند بالا برده شد و او وی را به حضور پذیرفت و پیش روی خود قرار داد. سپس تاریکی از زمین برطرف شد و روشنی پدید آمد و قوم نگاه کردند و ندانستند که چگونه خنوخ گرفته شد و خدا را تسبیح گفتند و توماری را یافتند که روی آن نوشته شده بود خدای نامرئی، و همه به خانه‌های خیش رفتند. خنوخ در 6مین روز ماه سیوان به دنیا آمد و 365 سال زندگی کرد. وی در نخستین روز ماه نیسان به آسمان برده شد و 60 روز در آسمان ماند و او همه این نشانه‌های آفرینش را که خداوند آفریده بود نوشت و 366 کتاب نگاشت و آنها را به پسران خیش تحویل داد و 30 روز روی زمین ماند و در 6مین روز ماه سیوان، یعنی همان روز و ساعتی که متولد شده بود، دوباره به آسمان برده شد. همانطور که طبیعت هر انسانی در این زندگی تیره است، حمل و ولادت و درگذشت وی نیز چنین است. ساعت حمل او مانند ساعت تولدش بود
و در چنان ساعتی نیز درگذشت. همه پسران خنوخ یعنی متوشالح و برادران وی شتافتند و در مکانی که اهوزان نامیده می شود و خنوخ از آنجا به آسمان برده شد مذبحی برافراشتند و آنان گاوهایی را برای قربانی فراهم کردند و همه قوم را گرد آوردند و پیش روی خداوند قربانی گذاردند. همه قوم و مشایخ آنان و تمام جماعت در آن مراسم شرکت کردند و هدایایی برای پسران خنوخ آوردند. آنان جشن بزرگی برپا کردند. 3 روز را در شادی و خوشی گذراندند و خدایی را حمد گفتند که چنین نشانه‌ای را به وسیله خنوخ به آنان داده و به ایشان به دیده لطف نگریسته بود تا آن نشانه را نسل به نسل و اصل به اصل به پسران خود منتقل کنند. آمین.